سلام عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. میخوایم امروز انواع تیغه اره مویی رو بشناسیم. در واقع تیغه اره مویی شماره دارن، یعنی اینکه یه سریاشون خیلی ریزن و به سمت شماره های بالا که میریم کلوفتر و ضخیم‌تر میشن. به این شکل که تیغه اره دندانه هاش به یک سمت خواب داره، به دندانه هاش گیر میکنه. هرچه این دندانه تعدادش در 1 اینچ بیشتر باشه ریزتره و هرچه تعداد این دندانه در 1 اینچ کمتر باشه ضخامتش بیشتره و دندانش درشتر و ضخیم‌تر میشه. حالا اگر بخوایم شماره هاشو بدونیم اینطوریه که از 8 صفر که ریزترینه شروع میشه، 7 صفر، 6 صفر تا خود صفر، اینا ریزترینش هستن و از سمت صفر که به شروع میشه به صورت 1 2 3 تا 12 که 12 درشترین این اره ها هستن. برای نمونه این دو تا تیغو نشون میدم، یکی ریز و یکی درشت هستش. بهترین برندهاش همون آلمانی و سوئیسی هستن که تو بازار پیدا میشه. و این نمونه سوئیسی هستش که به دندانه پاملخی معروفه و من از این استفاده میکنم. شماره 2 0.